نون خامه‌ای یکی از محبوب ترین شیرینی‌های خامه‌ایه و قطعاً این بهترین دستورشه. سیوش کن، گمش نکنی و تو اولین فرصت این دستور رو امتحان کن ببین چی میشه. آب، کره، شکر رو بذارید رو حرارت، به جوش اومد آرد رو اضافه کنید. 10 دقیقه باید خمیر رو داغ بزنید. بعدم بذارید کنار. کمی خنک شد تخم مرغ و وانیل رو اضافه کنید. هر تخم مرغ رو اضافه کردید کامل هم بزنید. با تخم مرغ آخر بیکینگ پودر اضافه کنید. خمیرمون آماده است. من از ماسوره ساده استفاده کردم. بریزید توی قیر، با فاصله پایپش کنید. دستتون رو با آب مرطوب کنید. کتونش رو صاف کنید. برسه سری که از قبل کاملا گرم شده. 20 دقیقه با دمای 200 درجه، 20 دقیقه دوم با دمای 170 درجه تا داغه سوراخش کنید. بذارید نیم ساعت کنار کاملا خنک بشه. خام قنادی رو فرم بدید. با کمک قیر نون خامه‌ای ها رو پر کنید. حتما این دستور رو امتحان کنید.